سلسله دروس علم تفسیر کتاب مقدس. امروز ما درس نهم رو با هم میگذرونیم و در این درس میخوایم ببینیم چجوری میشه نامه‌های عهد جدید را تفسیر کنیم. در درس قبلی ما به ساختار این نامه‌های عهد جدید پرداختیم، ولی امروز ما میخوایم ببینیم که اینا رو حالا چجوری میتونیم ما تفسیرش بکنیم. خب عزیزان، برای تفسیر نامه‌های عهد جدید اولا باید بشینیم و در یک نشست اون رو بخونیم. من باب مثال اگه شما میخواهید رومیان رو تفسیر کنید، در یک نشست سعی کنید تمام بابهای رومیان را بخونید تا یه دید کلی از اوضاع داشته باشید. هرچند نامه‌های قدیمی، همینجور نامه‌های عهد جدید هم اگه در نظر بگیریم فرقی نمیکنه و اینا کلا ما نامه رو چجوری میخونیم. ما که نمیایم اگه کسی برای ما نامه نوشته یه مقدارش رو بخونیم بعد بذاریم ماه دیگه بقیهش رو بخونیم، مسلما مطلب گنگ میشه و ما نمیتونیم به اصل مطلب پی ببریم. بنابراین در یک نشست خوندن خیلی به ما کمک میکنه که دید کلی داشته باشیم از نامه. وقتی نامه ها رو میخونید شما اجازه ندید که چیزای کوچیک نامه، آیه ها، نمیدونم پاراگراف بندی ها و اینها مزاحم کارتون بشه. میدونید در عهد قدیم وقتی نامه ها رو می نوشتن معمولا اصلا هیچ پاراگرافی نبود، آیه‌ای نبود، همینجور از اول تا آخر توی یک توماری می نوشتن. این تقسیم بندی ها بعداً روی داد برای اینکه مطلب و مقداری در پاراگراف های کوچکتر بتونن به خواننده ارائه بدن. پس وقتی این کارو کردیم باید ببینیم حالا چجوری در چارچوب تاریخی فرهنگی نویسنده و مخاطبان متن که اون موقع بودن در اون چارچوب این نامه چه معنایی داشته. پس برای این کار ما میاییم اینها رو در نظر میگیریم. گام اول، همینجور که گفتم 5 گام تفسیری رو ما داریم. گام اول میخوایم ببینیم معنای متن برای مخاطبان کتاب مقدسی اون زمان چی بوده است و برای این کار به کمک کتب مرجع درباره نویسنده، مخاطبان و اوضاع اون زمان ما تحقیق میکنیم. گام دوم اینه که میان ما و مخاطبان کتاب، همینجور که گفتم چه تفاوتایی وجود داره. میایم در نامه‌های عهد جدید ما میبینیم که قبلا اگه خاطرتون باشه گفتیم که در واقع بین ما و کسانی که در اون زمان میزیستن یک اگه اینو یک رودخانه‌ای در نظر بگیریم که بین ما هست، در این نامه‌های رودخانه اونقدر پهن نیست، کوچیک‌تره، یه جوب میمونه. خیلی به خاطر اینکه این نامه‌ها اونچه که پولس رسول و دیگران نوشتن خیلی به درد ما هم میخوره، اینطور بگیم، موضوعاتی است که در واقع مسائل کلیسایی است. پس ما در اینجاست که باید این چند چیز رو در نظر بگیریم که ببینیم نویسنده کیه، مؤلف کی بوده، نویسنده چه سابقه ای داشته، در چه تاریخ و زمان این نامه ها رو نوشته، نوع خدمتی که داشته چی بوده، با مخاطبان مثلا چه جوری رفتار میکرده، چه رابطه ای داشته، اصلا کلا چرا این نامه رو نوشته، مخاطبان اصلی این نامه کیا بودن، اوضاع شرایطشون چجوری بوده، رابطهشون با خدا چگونه بوده، رابطه اونا با خود نویسنده چجور بوده، با همدیگه چجور رابطه ای داشتن، در زمان نوشته شدن این نامه چه اتفاقاتی افتاده، آیا عوامل تاریخی فرهنگی موجود هست که الان به درک
ما از این نامه کمک بکنه، یا ما میتونیم الان فرضاً یک فرهنگی رو، یک جایی رو در این دنیا بریم، خاورمیانه، جاهای دیگه که یه مقدار این زمینهشون با اون زمینه اون زمان کتاب مقدس نزدیک بوده. خب عزیزان، میدونم پاسخ به این پرسش ها خیلی کار ساده ای نیست، ولی باید حتی الامکان کوشش خودمون رو بکنیم. و از این لحاظ هم چون این نامه هایی که نوشته شده در واقع مکالمه یک طرفه ما میتونیم بگیم، چرا که ما نمیدونیم مخاطبین چه سوالی کردن که پولس یا دیگران این جوابها رو در نامه میدن. باید یه ذره شاید حدس و گمانی هم ما بزنیم که اینا چی بودن. تا اونجایی که ممکنه نامه رو ما پس با دقت میخونیم و اطلاعات مهم رو در میاریم. برای نامه های پولس اصولاً خیلی خوب میشه که ما کتاب اعمال رسولان را بخونیم و مثلا اگه رساله به تسالونیکیان رو میخواییم ما بخونیم و تفسیر کنیم، خیلی خوبه که برگردیم ببینیم در اعمال رسولان این کلیسا چجوری تشکیل شد، پولس در کدوم یکی از این سفرها بود که به تسالونیکی رفت و چجوری انجیل رو اونجا بشارت داد. در ضمن از فرهنگ لغات کتاب مقدس و کتاب‌های تفسیر و سایر مراجع حتی الامکان تا اونجایی که ممکنه اگه به زبان فارسی هست استفاده کنیم. البته به زبان انگلیسی خب فراوون هست، ولی در کتاب‌های فارسی هم ما داریم یه مقداری در این حول و حوش میتونید از اون استفاده بکنید، مثل کتاب مقدس کاربردی یکی از اونها هستش. بعد یک کار دیگه هم که عزیزان بکنیم خیلی خوبه، اینه که بیایم اوضاع رو بازنویسی بکنیم. یعنی هر چی که شما خوندید مثلا در یکی دوتا پاراگراف بنویسید که چه برداشتی از این نامه داشتید، از اوضاع اون زمان چی بوده. این خیلی کمک میکنه که وارد نامه بشید در واقع. بعد باید به زمینه ادبی متنی و آیاتی که مطالعه میکنیم بپردازیم. زمینه ببینیم از نظر ادبی اینا چجوری بوده و آیاتی که ما میخونیم چه ارتباطی با هم دیگه داره، که اینا رو قبلا ما البته توضیح دادیم. در اینجا میخوایم رشته فکری نویسنده رو ما ردیابی بکنیم. در نامه‌های عهد جدید بهتر پاراگراف واحد مطالعه ما باشه. نکته مهم پاراگراف قبل، پاراگراف بعد، اینا رو مطالعه کنیم. قبلا راجع به اینا باز توضیح دادیم. بعد ربط بین این پاراگراف ها رو، 3 تا پاراگراف، یعنی ما قبلش، ما بعدش و خود پاراگراف رو ببینیم چی هست. به ویژه نقش پاراگراف خودمون رو در جریان فکری نویسنده ببینیم چیه، کشف بکنیم که چی میخواسته بگه. آنچه دستگیرتون میشه خلاصه وار اینها رو یه جا شما میتونید بنویسید. پس از مطالعه نامه، بازنویسی وضعیت تاریخی فرهنگی و پیگیری رشته فکر نویسنده در پاراگراف‌های ما قبل و ما بعد متن. بعد از اینکه این کار رو کردیم ببینید این متن برای مخاطبان اصلی چه معنا داشته. همینجور که اینجا گفتیم در نامه‌های عهد جدید رودخانه تفاوت‌ها معمولا خیلی پهن نیست، میشه خوب اینها رو فهمید تقریبا. و بعد در آخر در یک جمله بنویسید که این متن برای مخاطبان اصلی چه معنایی داشته. تمام این بازنویسی ها به زبون خودتون اینا خیلی کمک میکنه که این موضوع رو ما یعنی خودتون بهتر بفهمید. پس هرچند ما میگیم که اینجا تفاوت بین اونایی که اون زمان بودن و ما در رابطه با نامه ها اونقدر زیاد نیست، ولی خب به هر حال باز تفاوت‌هایی ما داریم. یا چون ما با مسائلی سر و کار داریم که برای ما یک کمی ممکنه غریب باشه، آشنا نباشه، مثل
قربانی بت‌ها در اول قرنتیان باب 8. خب امروز ما همچین چیزهایی نداریم تقریبا، یا این برای ما غریبه، با توضیح بدیم و بفهمیم که اون زمان چجوری اینا به بت‌ها قربانی میکردن و اینها. بعد در مورد محبت هست. مثلا خب محبت چیزیه که ما در اول قرنتیان میخونیم و محبت چیزیست که امروزه ما میتونیم به اصطلاح بفهمیم چی هست. چیز غریبی نیست، محبت در هر قرنی هست، هرچند کاربردش ممکنه فرق بکنه. پس از بررسی متن در یک پاراگراف تفاوت‌های موجود را ما شرح میدیم. باز اینم کمک میکنه که ما اینو بهتر درک کنیم. بعد میرسیم به گام سوم. گام سوم از خودمون میپرسیم که در این متن چه اصل الهیاتی نهفته است. آیا نویسنده اصلی را بیان میکنه؟ در اغلب نامه‌های عهد جدید نویسنده پیام خودش رو در قالب یک اصل الهیاتی معمولاً بیان میکنه. خدا نه تنها به مخاطبان اصلی پیام خاصی میده، بلکه از طریق همین متن برای همه قومش هم به طور وسیع پیام الهیاتی داره. با توجه به تفاوت‌ها و تشابهات وضعیت مخاطبان و خود ماها که الان اینو داریم میخونیم، ببینیم اصل الهیاتی چه چیزی هست که هم برای اونها هم برای ما خوبه. پس در یکی دو جمله با بکارگیری افعال زمان حال اصل یا اصول را می نویسیم. در اینجا برای اینکه من یک نمونه بهتون بدم، فرضاً در نظر بگیرید یه موردی از یوشع باب 1 آیه 1 تا 9 رو که قبلا بحث کردیم و این اصل رو راجع بهش نوشتیم که گفتیم برای خدمت مؤثر و موفق به خدا لازم است از حضور او نیرو و شهامت بگیریم و نیز باید از کلام خدا اطاعت کنیم و دائم در آن تفکر نماییم. اگه خاطرتون باشه ما اینو قبلا داشتیم. برای یافتن اصل الهیاتی در متن ما معمولاً این سه تا پرسش رو از خودمون میکنیم که آیا نویسنده از خودمون اینا رو میپرسیم، آیا نویسنده اصل الهیاتی رو ذکر میکنه؟ مثلا در باب 6 آیه 1 افسوسیان میخونیم که والدینتان را اطاعت کنید. و آیا زمینه وسیع‌تر پیرامون اصل الهیاتی رو ذکر میکنه؟ مثلا در افسوسیان باب 5 آیه 21 میگه به حرمت مسیح تسلیم یکدیگر باشید. این اصل در بقیه متن ببینیم چه جوریه. در بقیه متن میبینیم که اونجا میگه به صورت تسلیم زنها به شوهراشون و تسلیم کارگرها به ارباباشون و غیره این اومده. بنابراین خیلی گسترده‌تر میشه این. وقتی میگه تسلیم یکدیگر باشیم، کاربردش در خانواده هست، در محل کار هست و الی آخر. بعد هرگاه دستوری یا راهنمودی میبینیم باید بپرسیم چرا این دستور داده شده. پاسخ این پرسش ما را در یافتن اصل الهیاتی راهنمون میشه، کمکمون میکنه. من باب مثال اگه بپرسیم که چرا پولس در غلاطیان باب 5 آیه 2 بر ضد ختنه صحبت میکنه، اگه این سوال از خودمون بکنیم بعد یواش یواش میرسیم به این اصل الهیاتی که با حفظ مراسم مذهبی ما نمیتونیم مقبول خدا بشیم. حالا اونجا سنت ختنه رو پولس ذکر میکنه، ولی میتونیم ازش یک اصل الهیاتی در بیاریم. حالا هر نوع مراسم مذهبی
در واقع نمیتونه ما رو مقبول خدا بسازه. پس از نوشتن اصل الهیاتی در یکی دو جمله با به کار بردن افعال زمان حال با این ضابطه که قبلا گفتیم اونو ما محک میزنیم تا ببینیم واقعا اصل الهیاتی که ما یافتیم درست غلط چجوریه. پس در این حول و حوش من میخوام که چند تا نکته رو در مورد اصل الهیاتی بگم. ببینید عزیزان، ما کتاب مقدس رو میخونیم، خیلی در اونجا سفارشات هست، دستورات هست که میخوایم در زندگی خودمونم اجرا کنیم. چیزی که مهمه و قابل اجراست اینه که ما دریابیم که اصل الهیاتی چی هست. پس اصل الهیاتی نباید محدود به زمان و یا وضعیت خاصی باشه. باید در هر زمان در هر وضعیت بشه اجراش کرد. اصل الهیاتی نباید مختص یک فرهنگ باشه. باید بین همه فرهنگ‌ها کار بکنه و الا اصل الهیاتی نیست. اصل الهیاتی باید با بقیه کتاب مقدس هم سازگار باشه در این حال و همینطور با مخاطبان اصلی و هم با خوانندگان معاصر که ما هستیم اینا باید با همدیگه متناسب باشه و الا اصل الهیاتی نیست. پس اصول الهیاتی در واقع یک پلی ایجاد میکنه بین مخاطبان اون زمان و ماها که الان داریم این بخش رو میخونیم. خب برسیم به گام چهارم از این اصل الهیاتی. پس برگردیم اینایی که من خلاصه وار گفتم در گام 3. آیا زمینه بزرگتر متن آشکار کننده اصل الهیاتی هست؟ گاهی اوقات گفتیم نویسنده یک اصل الهیاتی را در زمینه پیرامونی به کار میبره و ما باید اینو تشخیص بدیم که در اون زمان این زمینه پیرامونی چی بوده و چجوری ما میتونیم اون اصل الهیاتی رو از اونجا بکشیم بیرون و در مورد خودمونم استفاده بکنیم از اون. و باز گفتیم که گاهی با پیدا شدن علتی که در پس یک حکم یا یک توصیه پنهان شده میتونیم به اصل الهیاتی رو پیدا کنیم. اینا اصولی است که ما راجع به اصل الهیاتی گفتیم در زیر گام 3. حالا میرسیم به گام 4. اصل الهیاتی ما چگونه با باقی قسمت‌های کتاب مقدس مطابقت می‌یابه؟ اینجا من 2 تا آیه اینجا ذکر کردم که اینا رو اگه با هم مقایسه بکنیم، همینجور که گفتم اصل الهیاتی باید با بقیه کتاب مقدس هم بخونه. اگه نخونه بعد خب میفهمیم که یک مشکلی هست اگه تضادی باشه. گاهی اوقات این تضاد خیلی ظاهریه، مثل غلاطیان باب 2 آیه 16. پس ما خود نیز به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا با ایمان به مسیح پارسا شمرده شویم و نه با اعمال شریعت، زیرا هیچ بشری از راه انجام اعمال شریعت پارسا شمرده نمیشه. اما یعقوب چی میگه؟ پس میبینید با اعمال است که پارسایی انسان ثابت میشود، نه با ایمان تنها. خب ظاهرا اینا مثل این که با همدیگه در ضدیت هستن. اگه اینا رو همینجوری بدون متنش و زمینه نگاه کنیم میگیم آره این 2 تا آیه با همدیگه تضاد دارن. اما پولس و یعقوب با 2 وضعیت کاملا متفاوتی درگیرن. هر دو بر داشتن ایمان خالص که به اطاعت ختم میشه تأکید میذارن و جالبه که هر دو ابراهیم را نمونه میارن برای ایمانی که مؤثره. پس پولس در غلاطیان تأکیدش اینه که واقعا ما با کارهای شریعت و اینا نیست که نجات پیدا میکنیم، بلکه با ایمان به عیسی مسیح. منتها یعقوب هم میگه چی؟ میگه که
واقعا خب اگه میخوایم ایمان خودمونم نشون بدیم، ایمان واقعی اونه که با اعمالم سازگاری داشته باشه، فقط حرف نباشه. پس میبینیم ظاهرا هیچ تضاد، یعنی ظاهرا تضاد داره، ولی در اصل این دوتا آیه میتونیم بگیم مکمل همدیگه هست و از یک چیز صحبت میکنه. گام پنجم میرسیم. گام 5 در رابطه با تفسیر نامه های عهد جدید اینو میخونیم: امروزه افراد مسیح چگونه باید بر اساس اصول الهیاتی زندگی کنند. این در رابطه با اصل الهیاتی که گفتیم، این سوال گام پنجم از خودمون میپرسیم. اصل موجود در متن چگونه به موقعیت اولیه اشاره میکنه. این خیلی مهمه. اولا برگردیم به اون موقع ببینیم که این چی داره میگه. عناصر کلیدی حاضر در محل تلاقی میان اصل و موقعیت را مشخص کنید که ببینیم اینا چه ارتباطی با هم دارن تا بهتر بتونیم بفهمیم که این اصل الهیاتی رو چگونه در زمان خودمون به کار ببریم. قبلا در این مورد فیلیپیان باب 4 آیه 13 رو نمونه زدیم که پولس تشکر میکنه از فیلیپیان برای هدایا و همینطور تأکید میکنه به قانع بودنش در مسیح. 3 قدم در این مورد ما باید برداریم. یکی این که همینجور که اینجا خوندیم، اصل موجود در متن چگونه به موقعیت اولیه اشاره میکنه، یعنی نگاه میکنیم ببینیم اصول الهیاتی متن چگونه با وضعیت خاص متن درگیر میشن. عوامل مهمی را که در تقاطع میان این اصل و وضعیت خاص هست ما تشخیص میدیم، اینجوری با هم دیگه میسنجیم. و دومی که در زمینه امروزی حالا به دنبال موقعیتی مشابه میگردیم که در برگیرنده همه عناصر کلیدی باشه. پس موقعیتی هم که امروز ما داریم که با اون موقعیت اون زمان با هم مشابه بودن، اینا رو پیدا میکنیم برای اینکه بهتر بتونیم اصول الهیاتی رو در اون به کار بگیریم. بعد قدم سوم اینه که وقتی میتونیم اصلی را درست در زندگی خود به کار ببریم که هم به معنای متن وفادار باشه و هم با وضعیت امروزی ما منطبق باشه. خب اینم در مورد اصول الهیاتیه. پس اگه میخوایم این اصل الهیاتی رو بتونیم تشخیص بدیم، این سوالات رو لازمه که از خودمون به عمل بیاریم. خب عزیزان، این 5 قدم تفسیری را که کمک میکنه متن را خوب درک کنیم و اون را به کار ببریم گفتیم. وقتی نامه های عهد جدید رو میخونیم این سوالات رو از خودمون میکنیم برای اینکه بفهمیم به هر حال این چجوری میشه تفسیر کرد و چگونه میتونیم ما در زندگی خودمون به کار ببریم. حالا با یک مثال از عبرانیان باب 12 میخوام اون چه که گفتم عملاً پیاده کنیم. میدونم خیلی تئوری گفتم تا اینجا، حالا بیایم اینها رو عملاً ببینیم چجوری میشه در این متن گنجوند. از مثالی که من میخونم از عبرانیان باب 12 هست. اینجا این آیات رو نگاه کنیم با هم دیگه. پس چون چنین ابری عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما میپیچد از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است بدویم و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که در
که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را نیز ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است. حالا اگه ما عبرانیان را از اول تا آخر بخونیم، یعنی همه رساله عبرانیان را، متوجه میشیم که خدا توسط نویسنده به ما میگه شاگردی عیسی مسیح چه بهایی داره. این رساله در واقع یک موعظه است که به قول خود نویسنده کلام نصیحت آمیزه. در باب 13 آیه 22 میگه در ضمن پی میبرید که ما تمرکز اصلی بر عیسی مسیح هست و با کلی نقل قول از عهد عتیق. وقتی کتب مرجع کمکی رو ما اگه در دست داشته باشیم و بخونیم، از اونجا میتونیم ما متوجه بشیم که زمینه تاریخ و فرهنگی این رساله چی بوده و متوجه میشیم که چرا عبرانیان اینقدر هشدار دهنده، خود رساله اینقدر هشدار دهنده به نظر میرسه. مخاطبان احتمالاً از زمینه یهودی و اعضای کلیساهای خانگی در نزدیکی روم بودند. این رساله احتمالاً اواسط بگیم دهه 60 اینا نوشته شده، یعنی درست قبل از جفای شدید نرون. اینا رو ما میتونیم از کتب مرجع بخونیم. گروه کوچیکی از مسیحیان در این وسوسه بودند که به یهودیت برگردند تا در امن باشند. آنها نومید بودند و در تعهد خود نسبت به مسیح لنگ می‌زدند. هویت نویسنده عبرانیان معلوم نیست، اما پیامش کاملا مشخص و روشنه، به طوری که از همین آیات ما میخونیم و بقیه عبرانیان میتونیم خلاصه وار اینو بگیم که پیام اصلی نویسنده اینه: تشویق گروهی از ایمانداران مایوس است که از مسیحیت اصیل دور شدن، با تقویت تعهدشون تا به خدا اینا رو تشویق میکنه که نزدیکتر بشن و در وفاداری خیش به مسیح پایدار بمونن. به همین خاطره که رساله پر است از تعالیم درباره برتری عیسی مسیح بر موسی، بر فرشتگان که در بابهای اول و اینا میخونیم، و همینطور هشدارها برای حفظ ایمان. خب اینو که ما خوندیم، یعنی راجع به هویت نویسنده دیدیم که چی هست، مخاطبین کیا هستن. قدم بعدی همینطور که در این درس گفتیم، برای دونستن معنای اصلی عبرانیان باب 12 آیه 1 تا 2 این تشخیص زمینه ادبی اونه که خیلی مهمه. نویسنده در این بخش از رساله خودش واقعا چی میخواد بگه؟ این بخشی که الان جلوی نظرتون هست. اولا اونجا کلمه پس رو میبینید. پس نشون میده که این بخش دنباله مطالب باب قبلی بوده، یعنی باب 11. باب 11 چی بود؟ باب 11 معروف به مشعلداران ایمان، یعنی عنوان باب 11 مشعلداران ایمانه که نمونه از استقامت ایمانداران در عهد عتیقه. پس نویسنده در باب 12 آیه 1 تا 2 مثال مسابقه و نمونه عیسی را به کار میبره تا مخاطبانش را با استقامت در ایمان، درست مثل اون مشعلداران ایمان در باب 11، اونها رو تشویق کنه که مثل اونها عمل بکنن. در پاراگرافی که به دنبال همین باب 12 میاد، یعنی از آیه 3 تا 11، نویسنده مثال محبت والد یا والدین نسبت به فرزندانش رو ذکر میکنه تا نشون بده چگونه ایمانداران باید سختی رو همچون نشانه محبت خدا تحمل کنند. موضوع تحمل در مشکلات و اینها، این
این دو بخش رو به همدیگه ربط میده، یعنی این بخش 1 تا 2 بعد 3 تا 11 رو. پس از آشنایی با زمینه متن و قبل از خلاصه کردن معنای متن برای مخاطبان اصلی، باید متن را به دقت ما بررسی بکنیم. میگه ابری عظیم از شاهدان را گرد خود داریم، که گفتیم اینو اشاره به چی میکنه؟ به ایمانداران باب 11. چنین نمونه هایی از وفاداری این اشخاص تشویق خوبیه برای ایماندارانی که زیر فشار هستند. با توجه به وفاداری خدا نسبت به کسانی که زیر مشکلات بودن، مخاطبین را نویسنده یاری میده تا 3 تا چیز رو داشته باشن. 1، هر گناه را که آسان به دست و پا میپیچد از خود دور کنید، اینو میگه. 2 میگه با استقامت در مسابقه بدوید. و بعد 3 میگه چشمان خود را بر عیسی که نمونه نهایی ایمان ما هست بدوزیم. نویسنده مثال مسابقه را اینجا میزنه تا ماهیت زندگی مسیحی را به تصویر بکشه. کلمات و اصطلاحاتی را که در این متن به کار رفته باید با توجه به این مثال در واقع تفسیر کرد. مثل دویدن در مسابقه چی هست؟ مستلزم کوشش و استقامت و اینا هست. و معلومه که نویسنده در دو طولانی ماراتون را اینو در نظر داره تا مسابقه کوتاه سرعت را، چون صحبت از استقامت میکنه که در 2 ماراتون هست. دوندگان یونانی تقریبا وقتی میدویدن هیچ لباسی بر تن نداشتن، به خاطر این بود که خیلی سبک باشن و بتونن بدون در این مسابقه. در ضمن از دوندگان هم خواسته شده که به سوی یک هدف خاصی بدون. مشخص بود که تا کجا میدویدن و چه هدفی داشتن. پس نویسنده از همه این تشبیهات و مثال‌ها استفاده میکنه برای اینکه بگه ما هم در زندگی ایمانیمون در واقع در یک مسابقه هستش که پیش روی خودمون داریم و به اون سمت با استقامت میدویم. کسانی که در این مسابقه میدویدن تنها با نیروی خودشون نبود که میدویدن، از این رو از ایشان خواسته شده چشمانشون را به عیسی مسیح بدوزند. و چقدر جالبه که ما در هدفی که داریم مسیح را میبینیم و در هرچند در این زندگی ایمانی گاهی اوقات خیلی خسته میشیم اینا، ولی با نگاه کردن به عیسی مسیح و که بهترین نمونه ما هست تقویت میشیم که در مشکلات همچنان پیش بریم. عیسی مسیح که قهرمان و مظهر کامل ایمان ماست، اصطلاحی که نویسنده عبرانیان به عیسی مسیح میده. پس عیسی راه ایمان را برای ما باز میکنه، هموار میکنه تا بتونیم در آن بدویم. عیسی نه تنها نمونه کامل استقامت برای ما هست، بلکه به کسانی نیست که از او پیروی میکنن خودش هم استقامت میبخشه عملا، تا مانند او به پاداشی که در ورای موانع و مشکلات هست چشم بدوزند. خیلی قشنگ این تشبیه که در عبرانیان اومده برای زندگی ما ایمانداران که با مشکلات گاهی اوقات روبرو میشیم. عیسی نه تنها نمونه کامل استقامت است، بلکه به کسانی نیست که از او پیروی میکنن استقامت میبخشه. این خیلی مهمه. خوشی آینده‌ای که در پیش عیسی قرار داشت که به اون نیرو میبخشید تا متحمل صلیب بشه، همین خوشی رو ما ایمانداران میتونیم داشته باشیم. عیسی مسیح میگه حتی ننگ صلیب را در مقایسه با وعده پاداش ناچیز میشمرد. حاضر بود مصلوب بشه ولی میدونست که هدفش چی هست و چقدر ارزشمنده. وقتی این همه رو تحمل کرد، بعد در عبرانیان میخونیم که بر
در جانب دست راست خدا در تخت نشست. حالا میتونیم معنای عبرانیان باب 12 آیه 1 تا 2 را برای مخاطبان اصلی اینجور خلاصه کنیم، چون تا اینجا اینو میخواستیم بگیم. نویسنده عبرانیان مثال مسابقه 2 استقامت را به کار میبره تا مخاطبانش را ترغیب بکنه به حفظ تعهدشون نسبت به مسیح علی رغم مخالفت‌های موجود. چون اون زمان گفتیم که مخالفت‌های شدیدی بود برای عبرانیان و اینا از دوران‌های سختی میگذشتن. پس به جای دور شدن از مسیح و برگشتن به دین قبلی، به یهودیت، اونها باید با استقامت در این مسابقه بدوند. آنها با توجه با گروه مقدسینی که قبل از خودشون هم بودن و وفادار بودن و اونا در واقع باید از اونا الهام بگیرن و دلشون گرم بشه. اونها به ویژه باید به خود عیسی مسیح چشم بدوزن که مظهر استقامت در ایمانه. خب پس این برای در واقع ما اینو با هم بررسی کردیم که ببینیم برای مخاطبین اصلی این چه معنایی داشته. گام دوم همینجور که گفتیم میان ما و مخاطبان کتاب مقدسی الان ببینیم که چه تفاوتایی هستش. خب میتونیم بگیم تشابهات هست و تفاوت هم هست. هم اونا و هم ما مسیحیان که به مسیح ایمان داریم پس از مرگ و رستاخیز مسیح زندگی میکنیم. اونا هم عیسی مسیح مرده قیام کرده، برای ما هم هست. پس از این لحاظ ما با هم دیگه شباهت داریم. یعنی ما با ایماندارانی که رساله عبرانیان بهشون نوشته میشه، ما نیز مثل اونها در دنیایی زندگی میکنیم که با ما سر جنگ داره. پس بازم شبیه هستیم و در یه مسابقه هستیم جفتمون. ما هم نمونه های زیادی از مقدسین وفادار داریم که پیش از ما بودن، چنانکه عبرانیان داشتن. ما هم باید به عیسی چشم بدوزیم به عنوان قهرمان و مظهر ایمان. پس همه اینا ما با هم دیگه شریکیم. اما در ضمن برخی تفاوت هم هست که باید اونها رو هم در تفسیر از اونها رو رعایت کنیم. اکثر ما شاید به حد اونها جفا ندیدیم، شاید بعضی از ما همون جفا رو دیدیم، بعضیا در کشورهای ما شاید الان زندگی میکنیم شاید به اون شکل جفا نیست، پس تفاوتایی هست. ولی به هر حال هر جام باشن مسیحیان با یک نوعی جفا و فشارها سر و کار دارن. حتی در ممالکی که هیچ از این فشارها نباشه، یعنی از نظر جسمی ممکنه در خطر نباشن، ولی از جوانب روحی و اینها خیلی چیزا هست که بر مسیحیان سنگینی وارد میاره و ما هر جام که باشیم چون شاهد مسیح هستیم به هر حال زحماتی میبینیم. و بعد گام سوم اگه خاطرتون باشه این بود که در این متن چه اصل الهیاتی نهفته است و ما چگونه میتونیم این اصل الهیاتی رو بفهمیم. خب در عبرانیان 12:1-2 دست کم ما 3 اصل مهم الهیاتی رو میبینیم. اجازه بدید من دوباره این آیات رو بیارم برای شما. اولا اینکه زندگی مسیحی مانند مسابقه 2 استقامته که مطالبه کوشش و استقامت میکنه. دوم باید به مقدسینی که قبل از ما بودن توجه کنیم تا از آنها الهام بگیریم و دلگرم بشیم. سوم اینکه برای دویدن با موفقیت باید هرچه مانع هست را دور کنیم و مهمتر این که به عیسی و به رابطه‌ای که با او داریم توجه کنیم. پس این اصل الهیاتی، 3 تا اصل الهیاتی که ما میتونیم برای امروز هم به کار ببریم. گام 4 این بود که اصل الهیاتی ما چگونه با باقی کتاب مقدس مطابقت پیدا میکنه. باید مطمئن باشیم که این اصلی که میگیم هیچ منافاتی با بقیه کتاب مقدس نداره.
هر سه اصل مذکور که من الان ذکر کردم با تعالیم صریح کتاب مقدس سازگاره. اگه خاطرتون باشه بعد گام پنجم گفتیم امروزه افراد مسیحی چگونه باید بر اساس اصول الهیاتی زندگی بکنن. برای مثال نخستین اصل فوق رو در نظر بگیریم، یعنی زندگی مسیحی مانند مسابقه 2 استقامته. خب در اینجا برای ربط دادن این اصل به زندگی خودمون نخست باید در پی عوامل مهمی باشیم در تقاطع اصول الهیاتی ما و وضعیت اصلی موجود. اینو توضیح دادیم قبلا. خب چند عامل مهم در این نمونه ما میبینیم. اولا اینکه دوندگان مسیحیان هستند و مسابقه خود زندگیه. مسابقه سخته و ما وسوسه میشویم راه آسون رو در پیش بگیریم و یا اینکه کلاً از مسابقه خارج بشیم. این وسوسه است برای همه ماها. برای موفق شدن در مسابقه به کوشش و استقامت ما نیاز داریم. در ادامه به دنبال وضعیت مشابه معاصر برمیگردیم که هر سه عامل در اون باشند. هر مسیحی که وسوسه میشه به علت سختی راه مسیح از پیروی او بخواد برگرده به خاطر این سختی ها، در این موارد هست که باید به خودمون یادآوری کنیم که مسابقه مستلزم کوشش و استقامته. هر یک از ما باید متن را به وضعیت خاص خودمون اختصاص بدیم. آیات دیگر در کتاب مقدس هست که به فیضی که خدا به ایمانداران میدهد تأکید زیاد کرده. از این آیات ما در عهد جدید زیاد داریم، اما این متن تأکیدش بر واکنش ماست نسبت به فیض خدا. باید بدونیم که زندگی 2 سرعت نیست که من زود به نتیجه برسم، بلکه 2 استقامته. استقامت برای جامعه ما که همش سعی میکنن سریع عمل بکنن و با دنیای کامپیوتر ما سر و کار داریم، اینا همه چیز سریع و سریعه، گاهی اوقات متضاد میاد. اما خدا از ما صبر و مقاومت میخواد و واقعا یک ایماندار به مسیح باید با این صبر و ماندن در حضور خدا، سکوت، اینا عادت بده و الا زندگی ما اینقدر شتاب زده است، زندگی قرن 20 که ما گاهی اوقات شاید از این محبت و محبت در واقع که مسیح داره غافل بمونیم اگه وقت کافی ندیم در حضورش نمونیم. موفقیت در مسابقه یعنی اینکه هر روز ما تصمیم درست را بگیریم. همیشه ما در معرض تصمیم گیری هستیم، خوب و بد، اونچه که برای جلال خداست، اونچه که از نفس ما هست. امروزه مسیحیان در تمام دنیا ممکنه با مشکلات گوناگونی روبرو بشن. مسیحیانی که در کشورهای مختلف هستند و زیر فشارهای مختلف هستند، جفا هست، فشار این که از مسیحیت برگردن، طلاق والدین هست، مشکلات مالی هست، همه جور مسائل ممکنه باشه و این رساله به عبرانیان خیلی خوب میتونه به ما کمک کنه که در تمام این زحمات ما به عیسی مسیح وفادار باشیم و چشمان ما به او باشه، او که نمونه کامل ایمان ماست. همه ما میتونیم این آیات را به زندگی خودمون ربط بدیم و از اون هم الهام بگیریم. متشکرم برای توجهتون. سلسله دروس علم تفسیر کتاب مقدس